جمل در کلام امیرالمومنین. عثمان رو دست جمعی کشتن، اما فکر میکنین کیا سومین خلیفه مسلمانان رو کشتن؟ امیرالمومنین توی خطبه 22 و 137 نهج البلاغه به خوبی به این سوال ما جواب میدن. اصحاب جمل انتقام خونی را میخواهند که خودشان آن را ریختند، در حالی که من در قتل عثمان هیچ نقشی نداشتم و کار خودشان بود. اگر به دنبال انتقام و عدالت هستند، باید برای نخستین گام عدالت به ضرر خودشان حکم دهند و از خودشان انتقام بگیرند. مظلومیت امیرالمومنین توی اون روزها در ادامه این خطبه مشهوده. به خدا طلحه و زبیر هر منکری را به من نسبت دادند، در حالی که همیشه بصیرت و بینایی همراه من است. من هیچ حقی را نپوشاندم و هیچ حقی هم بر من پوشیده نشده است. اینها همان گروه ستمکارانند که بیعتم را شکستند و مردم را علیه من شوراندند. حتی توی اون لحظات سخت هم امیرالمومنین به دنبال توبه و بازگشت اصحاب جمل بودند. با این وجود من قبل از اینکه جنگ را شروع کنند از آنها خواستم بازگردند و منتظرشان بودم، ولی آنها این نعمت را خوار شمردند و عافیت و صلح را رد کردند. اگرچه اصحاب جمل در انتها شکست خوردند، اما به نقل از مسعودی مورخ سنی مذهب باعث کشته شدن 20,000 نفر شدند.